سلام، من ارشم. خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوایم با پوجاو لانچر بریم توی سرور تریکس ماین بازی کنیم. اینم آی پی تریکس ماین. البته به جای پلی هم میتونی هاب هم بنویسین، میاره بالا. بزن بریم. Let's go. باید اینجا لاگین کنیم که اگه اولین باره باید ریجستر و 2 بار پسورد بنویسین. اگه اومدین اسلش لاگین و بعدش پسوردتون بنویسین وارد میشن. همینجا من نمیدونم چرا اسکرام نمیاد. بریم یه دست بدوارز بازی کنیم. اینجا کلی بازی های دیگه هم داره. اسکای بلاک، نمیدونم، اسید آیسلند، اف اف ای، اینا معلوم نیست. ده پیت چیه و اینا دیگه. سانتا کامینگسون کریتیو داره، میتونین هرچی خواستین بسازین. وان بلاک، سوروایول، پرکتیس پی وی پی هم جزو معروف هاست، خیلی هم باحاله. این هم رنگ که گلد خریده میتونه پرواز کنه. روی این دکمه اگه وایسی میتونیم بپریم، جان بوست میده. من حالا چون زیاد بازی بلد نیستم اون سه رستارت میکنم، چون بازی بلد نیستم، تازه شروع کردم، تازه هنوز فست بریج یاد گرفتم. اسمش مصطفیه. 5 ثانیه دیگه شروع میشه. 2 1 بریم داخل بازی. اولی که اومدیم باید اینجا فورچ وایسیم. الان آیرون نوگل بگیریم. من همیشه سعی میکنم روی یا 24 تا یا حالا این بار 15 تا شروع میکنم. اول خواستم سری راش دایموند رو بدم. نمیدونم چرا باید سعی میکردم که شمشیر سنگی درست کنم. من فقط همین مدلی فست بریج بلدم، کنار بلد نیستم. همینم زور بلدم، تازه همین کامل بلد نیستم، میافتم. زنده شدیم. اینجا دوباره تو فورس سب میکنیم. این بار هم دوباره همون کار رو انجام میدیم. میخوایم این بار دایموند سری بگیریم. یادم رفت که تو اندر چست بذارم بقیه ها. من نمیدونم این چه مشکلی با هم داشت که انتقامم ازش میگیرم، نگیرم دیوانه میشم شب. کدومشون بودن؟ مصطفی بود، همینی که تو فورج وایساده کنارم. قشنگ منتظرم انتقام بگیرم. من آدم کینه ای هستم. اینجا اومدم دوباره خریدم با امید اینکه این بار نزنه. بار خودش داشت میزن و واقعا خوب میزدن. بریج منظورم. اینجا رو دیگه نو بریج میزن. جا اومدن دایموندا رو بردارم که زودتر جنوالی برداشت. اینجا هم میخواستم که راش یلو بدم. نمیدونم چرا نمیتونستم چی بزنم. فست بریج یکم واسم سخت بود. داشتم نگاه میکردم که اگه اومد سری فرار کنم. دیدم که اومد. سری هرچی آیرون بود سعی کردم یه دونه دیگه آیرون بگیرم که بتونم پروتکشن بگیرم، ولی خب دیدم که اوضاع خطریه، برگشتم سری. اینجا دیدم بالا سرم چیزیه، دیدم یارم اومد. خواستم راشش بدم چون ما پروتکشن داشتیم. گفتم ولش کن، یا میمیرم یا زنده میمونم، که من اصلا پی وی پی با 2 نفر نمیتونستم. خواستم که دایموندم دراب کنم که به دستشون نرسه، ولی خب چه میشه، نتونستم. سری چون گفتم الان قراره بیان راشمون بدن، سری بده. میخواستم بپوشنم که الان میپوشنم.
اینجا یارم اصلا داره بو میزنه. من نمیدونم اصلا نبود اینم گذاشتم تو این برچست. سریف کنم الان بده میپوشونم. چرا الان راش دادم والا الان هم نمیدونم. بیا زیر پامو خالی کرد. الان مثلا توی فایتی زیر پات خالی میکنه. من از این یه انتقامی میگیرم. یه اصلا بازی مهم نشد. گفتم فقط میرم که اینه بکشم. از اینجا میخواستم که یه دونه چی بگیرم اسمش شدم رفت. از اینایی که پش میبرن چی بود وای اسمش شیرز. منتظر بودم که بره زیر یه بلاکی تا بتونم بزنمش. خب اینجا رفت و تمام. انتقام. دوباره اسمش شد. فکرم دوباره هم بخواد این کار انجام بده. ازش بعید نی. قشنگ معلوم بود که میخواد بزنه. وایستاده بود تا بزنه. فکرم امیرم به من میگفت که برو وول بذار. هنوزم دیفه نداده بودیم. قشنگم وایستاده بود تا حداقل فایربالی بزنه. نگاه کن تو چت چی نوشته. اول خودش شروع میکنه بعد این هم مینویسه. واقعا عجیبه. اینجا هم یه هاهایی واسش نوشتم و همین. قشنگ رفت فایربال فکر کنم اینجا خرید. صدای فایربال هم اومد. رفت اینجا فایربال گرفت. قشنگ دستش معلومه. منم به امید این که دیگه نمیزنه داشتم بده دیفند میدادم که هی همون از یار بعد. امیدوارم واسه شما حداقل این اتفاق نیفته. پولش تونستم یه بار دیگه بخرم. گفتم الان اشکال نداره حداقل بده دیفند میدم. دوباره هم من زد. یه بار واقعا دیگه ازش داشتم کنی میشدم. یارم که اصلا داشت فقط با بو اتاک میداد. اینا فکر کنم دوباره میخواست چی بگیره فایربال. اینجا اسم منه. و منم ازش پرسیدم که چی کارم داری. یا حالا من تو زبانمون ها منظورمه همون چی کارم داره خودمونه. اینجا میدونه گلدن اپل گرفتم چون و نوشت تو چت که با هم دوست باشیم دوباره فایل برای اینا نزنیم. منم خب قبولش کردم و دیگه ازش کفری نشدم چون من آدم خیلی مهربونی هستم. الکی اینجا هم یلو نمیدونم که فکرم بلو زدش و الان ما بلو ماندیم.
اینجا میخواستم 2 فایروال بگم، دیدم پول ندارم، حالا آیرون ندارم. اینجا ساب کردم، رفتم کنار یارم، اسمش امیر بود که همش با بو میزد نمیذاشت انمی بیاد. اینجا برگشتم پایین که فایروال دوم بخرم، یه سورد آیرونی هم بخرم که اینجا صدای فایروال اومد. اینجا یه آیرون سورد گرفتم. این شارپنس یکم فکر کنم همین مصطفی اوکی که یکم وول یادم رفت. اینجا هم داشت می اومد بلو کراشون بده، یارم همش بگو اذیتش میکرد. داشت سر کنم چی اومد و خودم میتونستش و همین. مرسی که ویدیومو دیدید. لایک و ساب هم یادتون نره. اولین دستم بود، زیاد بلد نبود و نمیدم چرا اسکین من نمیاد جدیدن. قبلش می اومده ولی الان نمیاد. و همین مرسی که ویدیومو دیدید. لایک و ساب هم که گفتم فکر کنم و خدافظ.